قطار میاد میره اینجا، هواپیما میاد، فرودگاه داره. چقدر درازه قطاره؟ دوست داری دراز؟ آخه این جان داره این بکنه. الان میخوای بگی، الان میخوای بخمت میشی زیر شهده چه ندیدید؟ اونایی که بچه واجبی سراغ دارن بی زحمت پایین کامنت کنن ما بریم خیلی چیزی دنبال کامنت هم بدبخت بذار میشه تابسیگاه هم اصلا با این برینگش هم بزنم برو زنگ برو نه میدونی باید چیکار کنیم؟ باید انجوری بدم بالا داریم نه خب من اومدم راجع به ویدیو قبلی، ویدیو پونک نهج البلاغه، یه توضیح خیلی خلاصه مختصر دادم بهتون و اون اینه که یوتیوب به دلیل کپی رایت آخر ویدیو رو بی صدا کرده و یه ذره از کیفیت کلیپی که ضبط کردیم کم شد، ولی خب بازم اوکیه، برید ببینید، امیدوارم لذت ببرید. امشب من و شهاب و آرجه یه ویدیو رکورد کردیم راجع به جهت حقیقت، خیلی خوبه، لحظات فنی خیلی زیاد داره، امیدوارم برید ببینید. الان دارم ادیتش میکنم که امشب آپلودش. در آخر امیدوارم چنل گیم زون براتون یه پولی باشه برای پیشرفت و اینکه یه جمله از شهاب خیلی میگه و جمله خیلی خوبیه، میخوام اینجا استفاده کنم ازش و اون اینه که کثیفی پنجره رو نگاه نکن. کثیفی پنجره همون مشکلات و سختیه که تو رسیدن به هدف پیش رو داری، اون از منظره لذت ببر، از هدفی که داری، مسیری که داری میری سمت هدفت لذت ببر و از آپشنایی که هست استفاده کن که بتونی راحت‌تر به هدفت برسی و هیچ چیزی نباید باز بشه که تو از هدفت دور بشی. اینو به خودت یادآوری کن و در آخر بریم که ویدیوی جهت حقیقت رو ببینیم. خیلی باحاله، امیدوارم لذت ببرید.